الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزیزان، من به شمایان درباره یکی از مسئله های مهم حاضره که تمام دنیا را احاطه کرده گرفته است درباره خطر اینترنت به قدر امکان معلومات دادنیم. الله حق سبحانه و تعالی در قرآن کریم سوره حجرات آیت 6 چنین مرحمت میکند که استعیذ بالله: ای بندگان ایمان آورده، اگر فاسق خبر بیارد انق روشن کرده گیرید و یگان قوم ندانسته مصیبت رسانده مانده به کار کردگیتان از ندامت کنندگان نشوید. این آیت کریمه را هر یک مسلمان گفتگی بنده در حیات هر روزش تطبیق کردنش ضرور. اگر خبر از خداوند یا از رسول خداوند باشد به هیچ مانعگری قبول کردنمان واجب حساب میشد. اگر قبول نکنیم گناهکار عظیم میشه و اگر انکار کرده ماند نعوذ بالله کافر میشود. اگر خبر از شخص ایماندار امانتگزار راستگو باشد باید قبول کنید. اگر خبر از شخص فاسق باشد موافق آیات کریمه این خبر را پر سنجیده باید قبول کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک مرحمت میکنند که کفى بالمرء اثما ان یحدث بكل ما سمع، یعنی انسان گناهکار شدنش به کفایت میکند شنیدگیش را گفته گشتنش. در اینترنت آبروی آدمان را ریزاندن، شأنشان را پایمال کردن، فتواهای ناتوری دادن، کارهای فحش و بی‌حیا را پخش کردن عادت شده ماند. باید جوانان اولا علم آموزند. علم این دین، علم آموختن این دین را آموختن. به علم تقوا کردن به فایده، عبادت به علم به ثواب میماند. علم را باید از شخص علمدار باوری نگیریم. در ازبکستان فتوا فقط از طرف اداره مسلمانان داده می شود. با فتواهای در اینترنت بوده عمل کرده عبادتمان را نقصاندار نکنیم. خلاص اینترنت این جای تهمت و بهتان آدمان را خصوصا جوانها را بر روحیتشان با اخلاقشان تأثیر سلبی میرساندگی منبع شده ماند. محترم عزیزان، با فرزندانمان را از این خطرها آگاه کنیم که بعد افسوس و ندامت کار نمی دهد. حضرت می فرمایند که علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. از اینترنت عاقلانه باید استفاده بریم. والله اعلم بالصواب.